سلام عزیزای دل، به کانال من خوش اومدید گلا. عزیزای دل شهریور ماهی، برج نشون ورگو، سال نو میلادیتون مبارک باشه، سال 2026. این فال پیشبینی و پیشگویی ماه ژانویه‌تون هستش، اولین ماه 2026. امیدوارم ماه خوبی باشه که حداقل با امید برید جلو، شروعش براتون خوب باشه. همین دیگه، 3 تا کارت کلی در میارم من اینکه بفهمید انرژی کلی ماهتون چه چیزی هستش. با کارتای روشن کننده تفسیرش میکنم، بعد از اون هم انرژی کاری و مالیتون رو در میارم. یعنی چه 3 تا کارت اصلی ماهتون عشقی باشه، مالی باشه، من مالی و کاریتون رو حتما بعدش در میارم براتون. همین عزیزا، امیدوارم فال بهتون کمک بکنه و اگر حس کردید که براتون نور شد، ممنون میشم که دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید. مثل همیشه با نام و یاد خدا شروع میکنیم و ازش میخوایم کمکمون کنه بفهمیم انرژیتون برای ماه ژانویه چجوری هستش. دقیقا 3 تا کارت براتون اومدش و پشت دستتون تو آف سورس. توی فکر خلق یک چیزی هستید و هم عناصرش رو دارید خلق بکنید، هم پتانسیلش رو دارید خلق بکنید، هم انرژیش در مدار جذب شماست. یعنی اینکه اون چیزی که میخواید خلقش بکنید هم راستا هستید با انرژیش، اون هم میخواد بیاد توی زندگیتون. نمیدونم چه چیزیه، برای روشنش کنیم تا بهتون بگم. یعنی هم انرژیش رو دارید، هم عناصر به وجود آوردنش رو دارید و هم تواناییش رو دارید برای ماه ژانویه. یه چیزی هستش که انداختتتون، حالا نمیدونم مربوط به همین چیزیه که دارید جذب و خلقش میکنید یا مربوط به یک چیز دیگه یه توی زندگیتون. و دقیقا مجیشن انرژی ورگوه، انرژی مرکری که میشه ورگو و جمنای، انرژی شماست گلا. دارید رو خلق میکنید که نمیدونم حالا توی اون چیزی که دارید خلق میکنید باعث میشه بیفتید. یعنی با همین ماه از شروعش یهو با غول مرحله آخرش مواجه میشید، میافتید و این پسا غول مرحله آخر 10 شمشیر. یعنی شما به جنگ با غوله رفتید، اون مرحله رو رد کردید، حالا یا برنده شدید و از زخما افتادید یا باختید و ولی فهمیدید که این مرحله به دردتون نمیخوره و دارید از چیزی که جذبش کردید و خلقش کردید اواخر ماه فاصله میگیرید. حالا من نمیدونم کامل جذبش میکنید و میبینید توی زندگیتون نمیشینه ولی آهو به دردتون نمیخوره میرید، یا اینکه نمیتونید بسازیدش میرید. باید برم براتون در بیارم و تفسیر کنم اون موقع براتون. ولی آره، هر چیزی هستش چه خلقش میکنید چه وسطش وای میسید، حس میکنم آخرش ازش فاصله بگیرید. نمیدونم برای چیه چیزی. پشت دستتون انرژی کلیتون برای این ماه 2 شمشیر هستش. فکر کنم مربوط به همین ترک این چیزی باشه که دارید خلقش میکنید و دارید با انرژیش هم راستا میشید. توی دوراهی میمونید، برم نرم، نگهش دارم نگهش ندارم و خیلی حالت سردرگمی قراره براتون به وجود بیاد. ولی من به شکل بدی نمیبینمش. حس میکنم یه چیزی که خیلی وقت بوده می‌خواستید خلق بکنید رو خلق میکنید در نهایت، یا حس میکنید دنبال بعد از اینکه خلق شد براتون حس میکنید دنبال حس بیشتری هستید، راهتون رو ادامه میگیرید میرید، یا میفهمید که نه این مرحله اصلا کلا به درد شما نمیخوره، باید ولش کنید و برید. بریم مجیشن رو واسهتون در بیاریم. چه چیزی رو دارید توی زندگیتون جذب یا خلق میکنید؟ اگر موهای من به هم ریخته است، معمولا شهریوریان با یه ذره به هم ریختگی مشکل دارن. شما به بزرگی خودتون ببخشید. نصف شب موهام به هم ریخته است. و دبل پشت دستتون هم 6 of Pentacles. یه چیزی در مورد این که دارید، یه چیزی در مورد این چیزی که دارید توی زندگیتون جذب یا خلق میکنید با بیمیلیتون همراه میشه.
یعنی حس میکنم مربوط به کسب یک دانشه یا مربوط به یک برقرار کردن یک ارتباط یا کسب دانش یا یک کار اینترنتی هستش. توی این 3 تا گزینه هستش. و وقتی که میاد سمتتون یا طول میکشه بیاد سمتتون، انقدر طول میکشه بیاد سمتتون که رسما وقتی که میاد با بیمیلی شما مواجه میشه، یا این 4 جام در چه مورده. ولی میبینم گفتم توی این 3 تا گزینه هستش، یا یه کاری که میخواید اینترنتی خلقش کنید، یا منتظر یک ارتباط، پیام، یک خبری هستید، یا منتظر یادگیری یک چیزی هستید، میخواید یاد گرفتن یک چیز رو خلق کنید، در مورد یک دانشه که میاد سمتتون ولی انقدر طول میکشه که بیاد سمتتون. انگار هنگمن. آره دقیقا فهمیدم این بیمیلیتون به خاطر چیه. به خاطر اینکه طول میکشه بیاد سمتتون. از زمانی که از طول کشیدنش دارید ناراضی هستید، از طول کشیدن این چیزی که داره توی زندگیتون جذب میشه ناراضی هستید، و تا وقتی که جذب بشه من چرا این کارت رو نپوشوندم. دبل. دبل. و تا زمانی که بیادش توی زندگیتون، انرژی برای شماست. این چیز رو خلق کردید بیاد توی زندگیتون و با انرژیتون همراستا هستش چیزی که داره توی زندگیتون میشینه. مربوط به همون 3 تا گزینه‌ای هستش که بهتون گفتم، ولی چون اومدنش طول میکشه نسبت بهش بیمیل میشید، نسبت بهش دپرس میشید، نسبت بهش اون حالت شوق اولیتون رو از دست میدید و توی یک سری از انرژی‌های منفی میافتید، یا حتی به خاطر یا حتی وابستگی پیدا میکنید به اینکه این خبر بیاد سمتتون، یه حس وابستگی بهش پیدا میکنید، به منتظر موندن بابت رسیدن اون چیزی که همراستاست با انرژیتون. به یه چیزی اعتیاد پیدا میکنید و بذارید بهتون بگم اعتیادتون چه چیزی هستش. به فکر کردن در مورد زمان رسیدن این انرژی، چجوری رسیدن این انرژی رو شما خلق کردید و منتظرید بهتون برگرده. الان فهمیدم توی این ماه خلقش نمی‌کنید، قبلا خلقش کردید، قبلا براش زحمت کشیدید، قبلا براش اپلای کردید، حالا منتظر هستید که برگرده توی زندگیتون و این انتظارتون طول میکشه. در حدی طول میکشه که ممکنه نسبت به بقیه جنبه‌های زندگیتون بیمیلتون کنه و حتی یک انرژی اعتیاد به انتظار توی زندگیتون برسونه، و تا زمانی که اون انرژی بیاد توی زندگیتون ممکنه انواع اقسام فکرهای بد راجبش داشته باشید. دیدید به یک چیزی که میخواد بیاد توی زندگیتون هی فکر میکنید، یه فکر وسواس‌کننده بهش پیدا میکنید، انواع اقسام فکرایی رو میارید توی سرتون، اصلا ممکنه خارج از اون چیزی باشه که در ابتدای کار بهش فکر کردید، در ابتدای کار میخواستید جذبش کنید، یه همچین انرژی داره میاد سمتتون. حالا این 10 شمشیر در چه مورد هستش؟ یا ممکن اصلا ببرتون توی یک اعتیادای دیگه، یعنی که برای اینکه خودتون رو از این انتظار دور بکنید وارد اعتیاد به یک چیزهای دیگه میشید، وارد وابستگی به یک چیزهای دیگه میشید. این 10 شمشیر در چه مورده؟ The Tower، Queen of Pentacles و Five of Cups. The High Priestess. وقتی که این موضوع میادش توی زندگیتون، این انرژی جذب میشه که منتظرش بودید توی زندگیتون، خیلی سریع از بین میره. یعنی میاد توی زندگیتون، میشینه توی زندگیتون. اگر منتظر یک خبر بودید میاد، اگر منتظر یک ارتباط بودید میاد، اگر منتظر یادگیری یک چیزی یا یک کار اینترنتی بودید میاد براتون خیلی سریع، یعنی نه سریع، یوهویی میاد براتون. اتفاقا طول میکشه تا بیاد ولی وقتی که میاد یوهویی میاد براتون و بلا فاصله از بین میره.
و توی این زمانی که هستش به شما یک ثباتی رو میده. انگار این انرژی میادش توی زندگیتون که بهتون نشون بده چه نوع ثباتی رو توی زندگیتون میخواید، چه چیزی هستش که بهتون امنیت میده، میخواید زندگی کاری و مالیتون چجوری بشه. چون من این کوین آف پنتیکلز رو به شکل شما میبینم که این انرژی رو جذب میکنه توی زندگیتون، طول میکشه تا بیاد این انرژی و وقتی که میاد شما رو تبدیل میکنه به یک کوین آف پنتیکلز، به یک کسی که سکه میاد دستش، به یک کسی که ثبات میاد دستش، به یک کسی که میفهمه چجوری میخواد ثبات رو توی زندگیش بسازه. بعد بلافاصله از دستش میدید، چون خودتون میخواید از دستش بدید، چون میفهمید این انرژی که دنبالش بودید، این چیزی که داشتید خلق میکردید توی زندگیتون به شما ثبات نمیده، ولی از توش یه تجربه‌ای میکشید بیرون که میفهمید چه چیزی برای ثباتتون لازمه و تا زمانی هم که متوجه بشید این درس ثبات رو میتونید ازش بکشید بیرون بدون اینکه ثبات انرژی قبل رو برای خودتون نگه دارید، توی یک انرژی دوراهی، یک انرژی سنگینی یا حتی انرژی نارو خوردن، یک سری از انرژی‌های ریگرت و ناراحتی پشیمونی قرار میگیرید. یه موقعی حتی ممکنه فکر بکنید که نه این انرژی قبلی مال من بود باید نگهش می‌داشتم، ولی من حس می‌کنم انرژی قبلی رو شما جذب کرده بودید، برای خودتون خلق کرده بودید و خدا هم میفرستتش توی زندگیتون که از توش بکشید بیرون که چه چیزی رو برای ثباتتون می‌خواید و ثباتتون در حقیقت توی یک راه دیگه‌ایه و این راه قبلی، این انرژی قبلی شما رو متصل می‌کنه به اون ثبات جدید. ولی چون برای سرمایه گذاری کرده بودید، چون براش انرژی گذاشته بودید، در حقیقت از دست دادنش یک جور راحتتون میکنه. میفهمید درس رو کشیدید بیرون که اوکی راحت شدم، راه قبلی مال من نیستش و فهمیدم که چه چیزی رو میخوام از اون انرژی و من حس میکنم مربوط به ثباتتون بوده، مربوط به پول و سکه و ثباتتون بوده. خیلی رابطه نمیبینمش، یا اگر هم رابطه بوده یک فردی بوده که فکر میکردید میتونید باهاش به ثبات برسید، بعد وسطای این ماه تموم میشه یا به یک درگیری میخورید که دوباره جدا میشید، بعد میفهمید که ثباتتون جای دیگه ای هستش ولی تجربه‌ای که به دست آوردید به ثباتتون کمک میکنه. بذارید ببینیم این ایت آف کاپ سرشمارده. Two of Pentacles، Knight of Wands و Death. دوباره میخواید برگردونیدش توی زندگیتون ثبات قبلی رو و با ثبات جدیدی که حالا برای خودتون کسب کردید و فهمیدید که چی میخواید، این رو با اون توی زندگیتون بگنجونید. دوباره هم های پریستس، یعنی من حس میکنم کل راه قبلی برای این بود که یه دانش درونی به شما بده که چی رو در حقیقت میخواید، ولی شما به خیالش نمیشید چون میگم روش سرمایه گذاری کرده بودید. با منطقتون جور در نمیاد که بی خیالش بشید. حتی شاید منطقتون هم بگه یه جایی بهتون بگه که نه کار درست اینه که بی خیالش بشی، شهودتون هم میدونه که باید بی خیالش بشید و یه چیز بزرگتر منتظرتونه یا یک چیزی که بیشتر با شما همراست منتظرتونه، ولی دلتون به خاطر سرمایه گذاریایی که کردید نمیاد که اون ثبات رو ول کنید، اون انرژی رو ول کنید و میخواید با چیزی که از ثبات، دانش جدیدی که از ثبات کسب کردید توی زندگیتون بگنجونیدش، با همدیگه یکسانش بکنید و حتی یک انرژی انگیزشی هم نسبت بهش پیدا میکنید. یعنی از اون حالت ریگرت میایید بیرون، از اون حالت پنج جام میایید بیرون و با انرژی نایت آف وانز میایید سراغش. یا اگر در مورد یک فرده، این فرد دوباره برمیگرده که با شما اون ثبات قبلی رو بسازه ولی بعد اصلا میفهمید که نمیشه. کارت مرگ نمیشه. دقیقاً هم بهتون گفتم به خاطر اعتیاد به این انرژی قبلی وصل هستید، به خاطر وابستگی که وابسته شدید به انرژی قبلی، وابسته شدید به این ثبات قبلی، نمیتونید ولش کنید و زمانی که میفهمید باید ولش کنید
در حقیقت انقدر شدت ناراحتیتون زیاده که ممکنه یه جا بیخیال ول کردن بشید، دوباره بخواید توی زندگیتون به یک شکل جدیدی بگنجونیدش. حتی اگر مربوط به یک فرد، این فرد هم کمک میکنه دوباره بیاد برای اینکه دوباره پذیراش باشید. اگر در مورد یک فرد نیستش، انرژی ثبات و کاری و مالی خودتونه، دوباره بهش شروع اشتیاق پیدا میکنید. یعنی یک فکری میزنه توی سرتون که نه، من میتونم ثبات قبلی رو با ثبات جدید هماهنگ بکنم و میپرید سراغش، ولی بهش خاتمه میدید. اگر یک فرد دوباره برمیگرده توی زندگیتون و این بار دیگه رسما تمومش میکنید، چون میفهمید ثباتتون جای دیگه است. درد رو توی یک مرحله تجربه میکنید و توی این مرحله سوم به راحتی میرید و فکر نکنید که یهو راحت میرید. نه، من دارم تو کارتون میبینم پدرتون در اومده شده بوده، مخصوصا درونی، بیرونی نشونش نمیدادید. پدرتون در اومده شده بوده که بفهمید مسیر قبلی مال شما نیست. چیزی که داشتید جذب میکردید، در حقیقت ثباتی که داشتید جذب میکردید ثبات جدید است. این راه قبلی داره شما رو به راه جدید وصل میکنه و شما هم و توی زندگیتون طول میکشه تا جذب بشه همون راه قبلی، ولی وقتی که جذب میشه یک ثباتی رو به شما میده و بلافاصله از بین میره. راه اولی رو دارم میگم، بلافاصله از بین میره. شما حداقل میفهمید که از ثباتتون چی میخواید، میفهمید که از زندگیتون چی میخواید. یه جوری این راه آفریده شده بوده، این انرژی برای شما خلق شده بوده برای اینکه شما رو برسونه به انرژی دوم. میفهمید باید تموم بشه اینجا، ولی چون این مرحله دوم خیلی با درد همراهه، سعی میکنید حالا که فهمیدید از ثبات جدید چی میخواید، از زندگی جدیدتون چی میخواید، قبلیه رو بگنجونید توی این جدیده. این مراحل طول میکشه براتون. اگر هم گفتم در مورد یک فرد برمیگرده و شما با برگشتنش، چون یک انرژی شروع هیجان همراهش هستش، سعی میکنید که بگنجونید این فرد رو توی زندگی جدیدتون. اگر مربوط به رابطه زندگیتون نیستش، گفتم در مورد کار و یک انرژی توی زندگیتون هستش که خودتون با این فال میفهمید در چه مورد، بعد میفهمید نمیشه و اینجا رسما بهش پایان میدید و دیگه هم با انرژی دول بهش وصل نمیشید، با انرژی 10 شمشیر واسش قصه نمیخورید و اون قوله پسا مرحله آخر که بهتون گفتم، پسا قوله مرحله آخر، در حقیقت اینجا چیزی بوده که شما قوله رو شکست دادید، ولی بعدش میفهمید که اصلا باید با یه قول دیگه ای توی زندگیتون مبارزه بکنید. یه همچین حسی دارم به نسبت به این انرژی. اینجا تو مرحله سوم خیلی راحت میرید، چون میفهمید دیگه برای شما نیست. اینجا دیگه دلتونم آزاد شده. یعنی اگر تا الان اول شهودتون به شما گفته بوده نه انرژی قبلی مال شما نیست، بعدش منطقتون بهتون میگه. توی این مرحله سوم دیگه دلتونم بهتون میگه که ول کن دیگه، مال تو نیست انرژی تو یه جای دیگه است، مسیرت یه جای دیگه است. حالا در هر مورد از جنبه زندگیتون که هستش، این انرژی رو من خیلی سنگین دیدم توی زندگیتون و توی هر موردی از زندگیتون میتونه باشه، کار، مال، روابط. حالا چون من حس میکنم که این در مورد مسیر کلیتونه، من میخوام 2 تا کارت برای زندگی عشقیتون در بیارم و 2 تا کارت برای زندگی کاری و مالی. از نظر عشقی توی زندگیتون چه اتفاقی قراره بیفته؟ از نظر عشقی کوین آف کاپس، عشق قطعا دور و بر شما هستش، همراه شما هستش. حتی اگر هم از یک فرد نباشه توی زندگیتون، دوستی، کسی هستش که دنیا واسهتون توی زندگیتون بفرسته که عشق رو با شما همراه داره. اگر هم پارتنری دارید توی این ماه، خیلی دلسوزانه با شما رفتار میکنه، خیلی حواسش به شما هست، چون میفهمه که دارید یک مرحله خیلی سختی رو دور پشت سر میذارید. یکی هستش که توی مرحله عشقی همراهتونه، حتی اگر هم از شما دورادور انرژیش رو با شما وصل کرده برای اینکه مراقبتون باشه، ولی یکی مراقبتون هستش 100%. کوین آف کاپس یک ملکه خیلی دلسوزه، فارغ از جنسیتش. توی عشق با شما داره انرژی زنانه جام‌ها رو منتقل میکنه.
یک فرد دلسوزه، یک فردیه که شنونده خوبیه و یک فردیه که تمام سعیش رو میکنه طرف مقابل رو درک بکنه، همراهش باشه، یک همراه خیلی خوبیه. توی کل ملکه ها اگر بهتون بگم از نظر احساسی کدوم بهترین همراهه، ملکه جام ها بهترین همراهه. و سیکس آف کاپس، این فردی که باهاتون هستش یک فردی از که باهاش یک گذشته یا خاطرات خوبی داشتید، باش خاطرات بدی نداشتید. این فرد هر کسی که هستش از نظر عشقی و روابطی کنار شماست، فردیه که از گذشته‌تون هستش یا با هم دیگه خاطرات خوبی داشتید، با این فرد درد رو تجربه نکردید. حالا از نظر زندگی کاری و مالیتون چه خبره؟ زندگی کاری و مالی ازتون خواسته شده که پولاتون رو جمع بکنید، خیلی پولاتون رو خرج نکنید، چون این جمع کردن پولاتون شما داره به یک ثباتی میرسونه. نمیدونم کجاست ولی انرژی 4 سکه انرژی نگه داشتن انرژی و سکه و مال و وقت برای خود آدمه و از شما خواسته شده که سرمایه‌ای رو هدر ندید، پولتون رو هدر ندید، بلکه جمع بکنید، چون در نهایت یک سانی منتظر شماست. یک پیشنهاد خوشحال کننده‌ای قراره بیاد سمت شما که از شما یک سرمایه‌ای که جمع کردی رو میطلبه. خب خوشحال ترین کارت تاروت سان، خورشید داره میاد سمتتون و ممکنه این پیشنهاد خورشید روز 19 بیاد، حالا یا 19 ژانویه است یا 19 توی دی ماه ممکنه باشه، ولی آره عدد کارت خورشید که توی میجر آرکانا خوشحال ترین کارت تاروت خوشبختی کامل و حقیقت کامله. یک چیزی قراره بیاد سمتتون که خیلی هم قراره خوشحالتون بکنه و ازتون خواسته که دنیا براش پول جمع بکنید. نمیدونم چیه توی زندگیتون. خب عزیزای دل، امیدوارم این فایل بهتون کمک کرده باشه. اگر کمکتون کرد دکمه لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا فایل بعدی خدا نگهدارتون باشه.